در اونجا میلیون تا اونجا نسبت به نیروی مثلا مینرالی را نیروی معدنی به فایدهش کلان برای ارگانیسم بوده. برای همین فایدهش هم و هم اقتصادی خانه ده خزینه خانه ده فایده داره هم زمین ده. خزینه خانه ده چقدر فایده داره؟ فایده داره که مثلا یک لینچس حاضر سلیتر 150 170 اینو ما بیپول میکنیم. کدومش خوبتر است؟ البته فکر میکنم که برای سر نابود کردن کسلی و حشرات زررسان همون نوری های مینرالی و زرخیمکت ها وش چیش بسیار است، افکتش تاثیر بسیار بلند است، لیکن در برابر این با هم اکولوژیا محیط اطراف با سلامتی انسان ضرر کلان میرسونه. بنابر همین ما این استفاده اینتگریرовані اصولهای بیولوژی استفاده کردیم که آینده ما اینا در همه جمهوری پنکاری شدیم.